ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 23. یادگار اکنون آزاد شده بود و آزادانه به هر طرف می گشت، اما به کجا رفتنش را نمی داند. در یک شهر بیگانه که در بین این چند روز همین قدر دیگرگونی ها را از سر گذرانیده است و هنوز هم هر جا آتش شعله‌ور است، به کجا رفته می توانست؟ در کوچه ها غیر از آدمان حربی که رونده و آیندگان بیگانه را با هزار گونه تفتیش از نظر می گذرانیدند، کسی دیده نمی شد. اگر به دست یادگار مندتی که به مضمونی دارنده یادگار بازارزاده از زندان امیر آزاد کرده شده است، هیچ یک از پاسبانان حربی و ملکی شورایی به وی کاردار نباشند و در وقتی در کاری هیچ گونه یارمندی را از وی دریغ ندارند نوشته شده با مور و امضای شوبه علاهیده تصدیق گردیده است نمی بود، عجب نبود که دستگیر شود. روز بیگاه شد، اما جای سرپناهی نیست. یادگار راه می رود. یک وقت پیش دروازه شهر رسید. مزاری که در بیرونی شهر بود به نظرش نمایان گردید. خواست که از شهر برآید و به آنجا با آرامی منزل گزیند، اما پاسبان دروازه مانع شد. ممکن نیست گفت. یادگار مندت خود را از جیب برآورده به پاسبان نشان داد. پاسبان بعد از دقت کرده دیدن مهر و امضای مندت، خب اکنون به هر کجا روی اختیار داری گفته به برآمدنش رخصت داد. یادگار مندت را به جیب خود انداخت. خواست از شهر برآید. داخونده؟ هنوز تو زنده بودی گفته صدای از راه رفتنش باز داشت. یادگار روی خود را پس گردانده دید که کسی رخصتنامه از شهر برآمدن خود را به پاسبانان نشان داده به خودش با نظری آشنایانه نگاه کرده ایستاده است. یادگار نشناخت. آواز تکرار شد. مگر مرا نشناختی داخونده؟ شناس می نمایی، اما نمی دانم که در کجا دیدم. مگر زندان را و گریختنی از آنجا را فراموش کردی؟ اکنون به یادم آمدی. مگر تو فرمان نی؟ خودش؟ این آشنای ناشناس یادگار کاغذ خود را از دست پاسبان گرفته. بیا خانه می رویم گفته یادگار را تکلیف کرد. خانه ات کجاست؟ یادگار پرسید. همینجا نزدیک در دهه دلکشای بیرون. خب می رویم. هر دو از دروازه شهر برآمده به طرفی دست چپ گشته از پهلوی میدانی که یادگار 10 سال پیش در آنجا مشق می کرد و در آنجا چوب خورده بود گذشته به دیه رسیدند و در روبروی چارباغ پادشاهی به یک حولیچه‌ای که روی دریچه و سرحوضی داشت در آمدند. این حولی فرمان بود. فرمان در سرحوض گلیم و کربچه انداخته دوست دیرینه خود را نشانید و آب و طعامی برآورده وی را که از گرسنگی چشمانش فرو رفته بودند سیر کرد. پس از طعام یادگار قدر قوت پیدا کرده گپ سر کرد و از احوال مادرش پرسید. بیچاره کمپیر مرد. فرمان جواب داد. ای وای، کی مرد؟ گفته یادگار افسوس خورد. همان روزها مرده بود. فرمان میگوید در وقتی از زندان گریختن شمایان من به گریختن دل نکرده مانده بودم. به جایی که برای این وفاداری من مرا آزاد کنند از زندان مرا به کنخانه برده انداختند. کنخانه اش چیست؟ یادگار پرسید.
در زیر تختپولی که از ریگستان با وی به ارگ برآمده می شود یک حبسخانه‌چه هست که وی را کنخانه می نامند. در این حبسخانه به طرف قرخانه کهنه‌ای که حالا فایتونخانه شده است گشاده می شود. به این خانه‌چه نه هوا و نه روشنایی چیزی نمی درآید. زهرش به درجه است که در 1 ساعت تا استخوان‌های آدم می گذرد. در زندان و آبخانه چقدر که شبش باشد در آنجا همان قدر کنه است. کنه ها تو را نگزیدند؟ یادگار پرسید. چرا نگزند؟ در 1 شبانه روز سر تا پایم را مانند خانه زنبور افکار کردند. سر و مویم مانند سرآماس شدگان ورم کرده گردنم با شکم و شانه‌ام همراه شد. چند گاه آنجا خوابیدی؟ بسیار دیر نخوابیدم. اگر در آنجا 1 هفته می ماندم، اگر 100 جان می داشتم، 1 جانم هم خلاص نمی شد. پس چگونه از آنجا خلاص شدی؟ مرا در آنجا به مادرم نشان دادند و بر بالای این اگر پسرت را به زودی خلاص نکنی می‌میرد گفته وی را ترساندند. مادرم برای خلاص کردن من به هر سو دویده است، لیکن بغیر از پول چاره دیگری نیافته است. ناچار نیمه این چارباغ را به حساب هیچ به 1 قاضی فروخته پولش را به یسول باشی، توپچی باشی، میرشب و میرغضب پاره داده مرا خلاص کرد. خب مادرت کی مرد؟ وقتی که من خلاص شده به خانه آمدم چنان احوالم دیگرگون شده بود که مادرم مرا قریب نشناخت و بدی احوال من به وی اثر کرده بیمار افتاد و با همان بیماری ناگهانی دیگر از جای خود نخسته مرد. ندانم که به خلاصی من شادی مر شد یا مرا به آن حال دیده غصه مر گردید. آن دعاخوان فریبگر چی شد؟ گفته یادگار دعای زندان را به یاد فرمان آورد. آن شیطان چنان آوازه برداشت که امیر، وزیر و دیگر حکومتداران را هم به خود مرید و مخلص کرده گرفت. در میان مردم نادان هم عزت و آبرویش خیلی زیاد شد. هر کس سرش در کند یا مالش را دزد برد به پیش او دوید. زنان و مردان را گرم و خنک می کرد. به زنان بی فرزند دعای فرزند می داد. چی می گویی که مانند 1 حاکم قرغان امیر و 1 سوداگر مسکوچی مال و پلغون داشت. بعد از برآمدن جنجال های جدید و قدیم و روی دادن انقلاب ها باز عزت و اعتبار خود را زیادتر کرد. وکیلی ملایان شده از همه بالانشین گردید. کسی را گمان کند که او به جدیدان یا بولشویکان نظری نقض دارد به امیر معلوم کرده کشانید. کسی را دید که چیز دارد وی را به جدیدی و بولشویکی تهمت کرده از وی مال و پول گرفت. بعد از زور شدن کار من دعا نوشته می دهم توپ و تفنگ بولشویک ها تأثیر نمی کند گفته دل امیر را پر کرد. خودش شمشیر به میان بسته 1 توپ ملاهای هیزلک را از دنبال خود دوانده مشق جنگ هم کرده گشت. دیروز شنیدم که پیش از گریختن امیر سر و پا برهنه از شهر برآمده رفته است و همه چیزهایش را که به 100 نیرنگون داشته بود به حسرت گذاشته است. نامش چی بود؟ ملا قطب الدین. برایتان به شهر رفتن در کار. چند جای شهر به تازگی آتش گرفته است. حکومت نو همه کس را به حشر جغ میزند. یادگار و فرمان با این آواز از خواب بیدار شدند. این آوازی پایکار دیه بود که با فرمایش حکومت مردم را به شهر جغ میزد. دیروزه سوزاسوز از آتش تیری توپ بود که به هر جا افتاده میسوخت. باز این سوزاسوزی تازه چیست؟ گفته یادگار از فرمان پرسید. مگر تو گمان میکنی که امیر گریخت همه طرفدارانش هم دفع شدند؟ نه. حالا از آدمان و طرفداران امیر کسانی هستند که جامعهشان را چپه پوشیده در قطار فقرا در شهر گشته به هر جا آتش میزنند. خب برویم برای آتش کشی. یادگار گفت. تا دست روی شده چای خوردن ما مردم خون شده می آیند. بعد از 1 ساعت راه غربون و سنگی سبز پر از حشرچیان بودند. اینها دهقانانی بودند که از غربون، مرغاسان،
جواز کاغذ، سنگی سبز، بلام خوران و دیگر دیه ها جمع شده به طرف شهر می آمدند. یادگار و فرمان هم با اهل دیهه دلکشا برای آتش کشی به شهر رفتند. فصل 12. انتقام عامه. آتش با غیرت عامه انقلابی عسکران سرخ و خصوصا با کوشش یکجایی دهقانان محنتکش اطراف شهر خاموش کرده شد. شهر پس از زد و خورد جهانسوز دنیای نو و کهنه و سوزاسوز دهشت‌انگیز چند روزه رنگی خرابازار را گرفته بود. لیکن با این همه شادی عمومی و جوش و خروش آزادی به شهر رنگ فیروزی عید نوروز را داده بود. به سر هر حولی یک علو سرخ آویخته، به سرای هر کوچه یک لوحه آزادی برافراشته بودند. عامه مردم صف صف، دسته دسته زنده باد آزادی، پاینده باد حکومت شورایی، نیست باد امیر و امیری گویان به هر طرف گردش می کردند. به بازوی هر کس یک پرچه الوان سرخ ایدی بسته و به سر سینه هر یک نفر یک گل سرخ نشانه آزادی دوخته بود. به همین ترتیب شهر به لاله‌زاری همرنگی پیدا کرده بود. آری، این شهر لاله‌زاری بود که پس از آرام یافتن رعد و برق پرطوفان به یک بارگی شکفته بود. یادگار شادمان بود و به شادی درونی او لباس و موزه نوی که به وی در روز آزاد شدنش از خزینه خلق بخشش یافته بود زینت بیرونی می بخشید. خرسندانه به هر طرف سیر و گشت می کرد و از هر چیز ذوق می گرفت. آره، یادگار حق داشت که از هر کس بیشتر در این روز فیروز شادی کند. او که از خود را دانستن باز در بندگی، در ظلم و حقارت عمر گذرانیده است و هیچگاه ثمره دسترنجش نصیب خودش نشده است، در این روزی که همه چیزی وی را به خودش مدادند حق داشت که از هر کس بیشتر شادی کند. وی که خصوصا در این 10 سال آخری سرسبزی نهال زندگانی و نوبهار ایام جوانی خود را در زندانهای بی هوا و در آبخانه های بی ضیا به باد خزان داده است، حق داشت که از همه فزونتر نسیم روح افزای آزادی را بشمد. زیرا لذت طعام به قدر گرسنگی است و گوارای آب به اندازه تشنگی. دوید، قاضی کلان و رئیس کلان را دستگیر کرده آوردند. این آوازی پرآوازه همه مردم شهر را به یک طرف، به طرف ریگستان کشید. یادگار که حشمت و دبدبه قاضی و رئیس را هنگامی در آبخانه بودن خود دیده، خونریزی بیرحمانه و بیدادگری وحشانه آنها را از بندیان انقلابی شنیده بود، بسیار می‌خواست که روزی گرفتاری آنها را هم به چشم انتقام و عبرت بیند. بنابراین پای سوخته پیشتر دوید. انا آوردند. این آواز دوندگان را پابرجا راست نگاه داشت. اگر گرداگرد ریگستان سوخته جای فراخ نشده می بود، از انبوه تماشابینان روی دادن قضاها مقرر بود. با وجود این در میدان ریگستان جای سوزن زدن نبود. میلیتسیگان با نرمی لیکن چالاکانه راه گشادند. مردم دو سمته صف بسته راست ایستادند. در صف پیش علم رسیدگان و ستم کشیدگان بودند. بیشترین آنها زنان بیوه، بچگان یتیم، پدر و مادران داغ فرزندیده بودند. اینها شوهر مرا کشته، خانه و چیزهای وی را گرفته مرا با بچگان صغیرم به کوچه ناکامی پیش کردند. یک زنی بیوه می گفت. اینها همان گرگان آدم صورتند که فرزندی بر کمال نوجوانی مرا کشته و خدمتانه گویان پولهای مرا هم گرفتند. یک پیری 70 ساله می گفت. و هاکذا. این است قاضی کلان برهان الدین. کسی نشان داد.
یادگار باور نمی کرد، زیرا وی قاضی کلان را در زیر جامعه زر بافت، بر زیر اسبی سیاه مشکین که با دوری زردوزی و ابزال 14 زلف آراسته بود دیده بود. اکنون چی؟ اکنون سر و پایش را برهنه کرده دستارش را به گردنش انداخته پیش می کشند. آری، قاضی کلان هنوز درجه و مرتبه خود را نگهداری می کرد، چنانکه و در ایام دولت و حشمت خود از دیگران پیشی می گوزید. امروز در روزی حساب و جواب هم از سایر دستگیر شدگان پیشتر می دوید. این است رئیس کلان مصنف، شخصی گفت. ایشانی رئیس، خلیفه و در رسته هاتان کجااند؟ چرا آدمان را نمی زنید؟ این سخنها از دهان یک بچه 10 ساله برآمد که گویا احوالی روحیه آن روزه عامه را ترجمه می کرد. انا یوسف بای، انا قرشبیک، انا میرزا عثمان. گویان مردم هر کدام دستگیر شدگان را به یکدیگرشان نشان می دادند. امروز مردم بخارا آخرین بار برای پیشوازی کلانان شهر و صاحبان بنی آدم برای گذری آنها برآمده بودند. لیکن این بار مانند پیشتر در پیش آنها دست بسته، ترسان و لرزان تعظیم و سلام کنان نمی ایستادند، بلکه بجای سلام نفرت و بجای تعظیم حقارت می کردند. اگر پاسبانان مسلح گرداگرد این بس هزار رسندگان را گرفته نگاهداری نمی کردند، آتش انتقام عامه اینها را در یک دم سوخته خاکستر کرده چنگشان را از آسمان می آورد. فصل 13. حرص. پرسش و تفتیش قاضی کلان، رئیس کلان و دیگر ستونهای دربار امیر و ارکان دولتش به پایان رسیده است. امروز یا فردا در میان عامه مردم کار اینها را مرافعه کرده جزای سزاوارشان را تعیین می نمودند. این آواز مردم را از در حولی که قاضی کلان و همراهانش در آنجا محبوس بودند دور نمی کرد. همه به شوق تمام انتظاری می بردند که زودتر این بیدادگران را که صدها و هزارها خون بیگناهان را ریخته، خانمانها را برباد داده، خانه ها را ویران و خانواده ها را پراکنده کردند، دست بسته به در محکمه ها حیران بینند. آری، همین ستم کشیدگان بودند که چند روز پیش بغیر از یا رب این قاضی و این مفتی و این شاه وزیر دست بسته به در محکمه ها حیران باد گفتن دیگر کاری از دستشان نمی آمد. امروز آن آرزوی خود را با کوشش غیورانه و متفقیانه مینتکشان در واقع می دیدند. قاضی کلان را از حبسخانه برآورده راهی راست به حولی خودش، به حولی که در آنجا بابا، پدر و خودش حکمرانی کرده آمده بودند، بردند. هر کس گمان می کرد که مگر او را در جایی که خود در آنجا به کشتن هزارها مظلوم حکم کرده است مرافعه خواهند کرد. بنابراین مردمی تماشابین اطراف حولی قاضی کلان را فرا گرفتند. هرچند پاسبانان به در آمدن مردم مانی شده باشند هم چند نفر تماشابین خود را به درون گرفت، اما در آنجا از محکمه و از هیئت سود اثری نبود. تنها چند نفر کارگران حکومتی نو، حکومتی شورایی بودند که برای خط و جا بجا کردن چیزهای آن حولی مشغولی داشتند. یکی از آنها که مگر سرکاری آنجا بود یک دسته کلید را پیش قاضی کلان گذاشته، صندوقها و گنجینه ها را به دست خود کشاده، چیزهای قیمت بهای 50 سال باز در اینجا غون شده را یگان یگان نشان دهید گفت. قاضی پیش از آن که کار را سر کند: دادر، اگر پپیراستان باشد یک دانه مرحمت کنید، الهی سلامت باشید، گفته التماس کرد. سرکار یک دانه پپیراس داد. قاضی کلان درگیرانده کشیدن گرفت و به سرکار نگاه کرده گفت:
دادر، به چشم خود دیدید که من پاپیراس میکشم. اکنون باید به جدید بودنی من هیچ یک شک و شبهتان نمانده باشد. خدا را حاضر دیده حق را نپوشانید. به جایهای دخلدار جدید بودنی مرا معلوم کنید و پاپیراس کشیدنی مرا گویید. شاید جزای من سبکتر شود. الهی سلامت باشید. سرکار به این التماس قاضی کلان پس از بسیار خوب گفته جواب دادن پیش درآید. درها را گشایید گفت. قاضی کلان قلف دری دهلیز میهمانخانه چه را گشاد و بعد از درآمدن سرکار از دنبال وی درآمده دید که در پایگاه یک جفت کفش کهنه خودش ایستاده است. به سرکار نگاه کرده گفت: دادر، الهی دولتتان از این هم زیادتر شود. همین کفش را به من بخشید. میبینید که کفش پایم جغده شده است. وقتی راه رفتن از پایم برآمده از من یک قدم پیشتر میدود. سرکار دید که در واقع کفش پایش پاره پاره شده است و پنجه هایش از نوک کفش نمایان است. خب گرفته پوشید گفته رخصت داد. قاضی مانندی گدایی که به ناگاه خمی پرتلایی یافته باشد کفش را پوشید و کفش چاق چاق شده‌ای به پایش بوده را گرفته به بغلش زد و دستش را به هوا برداشته در حق سرکار و فرزندانش دعا کرد. اول گنجینه ای را که درش از درون دهلیز و پشتش به خانه نشسته حولی درون می پیوست گشادند. در آنجا صندوق طلاهای مهردار، طلاهای سیخ، طلاهای ریگ و یامه‌های خام بودند. سرکار پس از روی خط کردن این چیزها صندوقها را با دست خود مهر و سرغوچ کرده کلیدها را به مفتش حکومت انقلابی سپرد. پس از آن به درون میهمانخانه در آمدند. در آنجا غیر از قالین‌های بر روی خانه پهن کرده شده و کرپچه‌های یک اندازی دور خانه چیز دیگری نبود. تنها در پیشگاه خانه به نزدیکی دری بالا یک پیش صندوق چوبین بود که روی آن یک چاک دراز رویه و یک سوراخ گرده داشت. قاضی کلان از میان کلیدها یک کلید خردترک را جدا کرده با وی قلف‌های خیزه‌ای این پیش صندوق را گشاده پیش کشید. خیزه‌ای زیر چاک پر از پول‌های کاغذ نیکلایی و خیزه‌ای زیر سوراخ پر از تنگه‌های بخاری بود. یکی از باشندگان گفت: این صندوق است که قسم کلان دسترنج مهنت کشان بخارا با واسطه چاک و سوراخش 50 سال باز به خزینه امیر و گنجینه قاضی کلان گذشته می رفت. دیگری: این صندوق است که تقدیر مال و جان، عز و ناموس، زن و فرزند فقرای بخارا پیشش مهر و امضا می یافت. گفته به سخن گوینده اولی قوت داد. پس از مهر و سرغوچ کردن این پیش صندوق قلف مدان خانه را گشاده در آمدند. روی این مدان تا سقف پر از یخدان‌های چرمین و صندوق‌های پولادین بود. در بعضی این صندوق‌ها جواهر و سنگ‌های قیمت بها و در بعضی آنها اسباب‌های زرین و سیمین بود. در بین این اسباب‌ها هر گونه طبق‌ها، کاسه‌ها، لعلی‌ها، جام‌ها و سوراخ‌های سوادکاری دیده می‌شد که هنرمندان نادر کاری بخارا بر روی آنها بریلانت و الماس بر این سنگ‌های قیمت بها را به یک طرز دلنشین نشانده بودند. بر روی این صندوق‌ها جمله این اسباب‌هایی است که برای سفر عالی به دربار همایون امپراتور اعظم تیار کرده شده است نوشته بود. در یک قطار صندوق‌ها اسباب‌های زینت زنانه را در قطی‌های جداگانه سوادکاری انداخته جای کرده بودند. برای بعضی این قطی‌ها عبارتی برای خانواده محترم امپراتور اعظم و برای بعضی دیگرشان کلمه‌هایی برای سیر و گشت جناب عالی در اشرتگاه یلتا برگ سبز گویان تیار کرده شد نوشته بودند. در یخدان‌ها جامه‌ها و لباس‌های قیمت بهای دوخته یا که علاشه‌های ابر حصاری، شاهی‌های کاریم‌الله قرشیگی، قلاقجانی، گلمخمل‌های بخاری و فرنگی، کندل و کمخاب‌های مسکوی و خارجی شماره‌شان از هزارها می‌گذشت. در یک چند یخدان داکه‌های مسقالی جای کرده بودند.
در یکی از آنها یک دستار بسته تیار هم بود. قاضی کلان آن دستار بسته را دیده: دادر، به من باز یک نیکی کنید. این دستار بسته را به من دید که سلام بسیار چرکین شده است. گفته سرکار التماس کرد. سرکار به گرفتن آن رخصت داد. قاضی دستار بسته را به سر نهاد و سله کهنه خود را به میان خود بستنی شد. از بس که سله‌اش درازی 20 گزی بود، برای به میان پیچانیدن آن خود گرداگیر می گشت. قاضی در وقت به میان پیچانیدن آن به سببی به دست در آوردن یک دستار و به دستش ماندن سله کهنه‌اش چنان خرسند شده بود چرخ میزد که بینندگان گمان میکردند و از شادی در رقص کردن است. پس از انجام یافتن همه کارهای پاسبانان، قاضی کلان را به حبسخانه برگرداندنی شدند. در وقتی از خانه برآمدند، باز یک پاپیراس از سرکار پرسیده گرفته کشید. دوباره جدید بودن خود را با دلیل پاپیراس کشیش به سرکار زیرنشین کرده تا فردا که روزی سود است به جایهای دخلدار معلوم کردن این معنی را از وی التماس نموده بود. سرکار روی خط چیزها را به دست کاتب خود داده از وی چند نسخه برداشته گرفتنش را فرمایش کرد. کاتب روی خط را سرسری از چشم گذرانیده: این کولابی خیلی چیزها ذخیره کرده بوده است. گفته تعجب نمود. کسی: این کار به کولابی بودن وی هیچ دخل ندارد. چنانچه من هم کولابیم، لیکن تا به حال شکمم از نان سیر نشده است. گفته به وی مقابلت نمود. این کس قهرمان حکایتی ما یادگار به قول بخاریان داخونده بود. کسی دیگری به گفتگوزار اینها همراه شده گفت: به ذخیره کردن ذخیره کرده است، هرچی باشد به صاحبی اصلیش سپرد. لیکن من در این حیرانم که فردا روزی سودی اوست. اگر 100 جان داشته باشد هم از دست سودی عادلی مهنت کشان جانش را به سلامت نخواهد برد. این را باید خودش هم داند. پس این کفش و دستار را چی می کرده باشد؟ حتی کونه هایش را هم از دست نداد. سرکار جواب داد: گاو بمیرد هم علایی چشمش نمی رود. گفتند این حرص است. همین حرص بود که به قاضی کلان اینقدر چیزها را جمع کنانید. همین حرص بود که او را به ریختن خون مردم و به خوردن مال مردم وادار کرد. همین حرص بود که او را به همین روزی سیاه آورد و همین حرص است که او را کشان کشان به لب گور میبرد. پس چگونه از وی جدا شده ماند؟ چشم تنگ دنیادار را خاک گور پر می کند. گفتند شما گفتار 23 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخونده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقов.